الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بتفضيل الأزمنة والأمكنة، والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بینندگان نهایت معزز و مکرم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم در قسمت 145 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه قسمت های گذشته مربوط احکام و مسائل رکن چهارمی از ارکان اسلام روزه هست که بعد از اینکه در سلسله از اقسام گذشته احکام و مسائل و فضائل روزه های نفلی و فرضی که ماه مبارک رمضان بود و روزه های نفلی مطلق و مقید، همه این احکام و مسائل را در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کردم و در قسمت گذشته پرداختیم به بیان فضائل 10 اخیر رمضان و همچنین فضائل و احکام قیام رمضان و احکام نماز تراویح. و در این قسمتی از برنامه می پردازیم به بیان احکام و فضائل و مسائل شب قدر که یکی از شبهای 10 اخیر رمضان و یکی از شبهای مفضله هست. و ان شاء الله تعالی در این قسمتی از برنامه در مورد سبب نامیدن شب قدر به قدر و همچنین وقت شب قدر چه وقت است و علائمش چی است و فضائلش چی است و کسی که شب قدر را درک میکند باید کدام دعا را بخواند، این مسائل و احکام را در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این قسمتی از برنامه خدمت شما بیان خواهم کرد. دوستان عزیز، الله متعال این امت را، امت اسلام را به ویژگی ها و نعمت های برگزیده و خصوصیات و ویژگی های بر این امت داده که در امت های سابق نبوده. جاها و اماکن و همچنین زمانهایی را مختص این امت قرار داده که دارای فضیلت و برتری ها هستند و تا که این امت از این اوقات و از این اماکن استفاده بکنند و در ثواب و اجر و ثواب و پاداش اخروی خود بیفزایند. از جمله چیزهایی که الله متعال، زمانهایی که الله متعال این امت را مختص به آن قرار داده و در امتهای سابق نبوده، شب قدر هست که شبی که عبادت در آن شب بهتر از عبادت 1000 ماه است. عبادت در آن شب بهتر است از کسی که به اندازه 83 سال و 4 ماه عبادت میکند که یک عمر انسان هست و این ویژگی است که در این امت مختص این امت است و در امتهای سابق نبوده است. و الله متعال در 2 آیتی که قبلا خدمتتون تلاوت کردم، سوره کامله است به نام سوره قدر که همه آیات آن مربوط این شب هست، احکام این شب، فضائل این شب و همچنین آیه 3 سوره مبارکه دخان که الله متعال می فرماید: انا انزلناه فی لیلة القدر. ما قرآن کریم را در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، دوباره این را به شکل سوال پیش میکند الله متعال به خاطر تعظیم این شب که رسول اکرم تو چه میدانی که لیلة القدر چقدر قدر و چقدر شرف و چقدر مرتبه و منزلت دارد. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، عبادت در شب قدر بهتر است از عبادت 1000 ماه. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم، در این شب
ملائکه ها و جبرائیل علیه السلام به اذن و اجازه پروردگارشان به زمین پایان می شوند با خیر و برکت و مرحمت و مغفرت الهی. سلام هی تا مطلع الفجر. و این شب است که در این شب سلامتی است، شب سلامتی هست از گناه ها و از شیاطین، و شب مرحمت هست تا به طلوع فجر. و همچنین در آیه 3 سوره مبارکه دخان الله متعال فرمود انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما این قرآن را در شب مبارکه شب قدر است در این شب نازل کردیم. اینکه شب قدر چرا شب قدر نامیده شده است، سبب تسمیه اولش این است که قدر به معنای شرف هست، چون این شب دارای شرافت و دارای شرف بزرگی هست، این شب را شب قدر نامیدند. و سبب تسمیه دومش هم این است که قدر از تقدیر گرفته شده، چون تقدیر یک سال بندگان در این شب نوشته می شود. الله متعال تقدیر یک ساله بندگان خود را، روزی آنها را، عمر آنها را و تقادیر آنها را در این شب می نویسد، لذا این شب را شب قدر نامیده شده است. همچنانه که الله متعال می فرماید در سوره دخان فیها یفرق کل امر حکیم، این شب است که هر امری با حکمت در این شب تقدیر می شود و نوشته می شود و اندازه گیری می شود. و همچنین سبب تسمیه سومش این است که چون عبادت در این شب دارای تقدیر و اندازه زیادی هست و دارای مرتبه و شرف زیادی هست، لذا این شب را شب قدر نامیدند. همچنان که در حدیث متفق علیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که شب قدر را از روی ایمانداری و از روی طلب اجر و ثواب قیام میکند به درگاه الله متعال استاد می شود، الله متعال همه گناههای آن را می بخشد. اما اینکه این شب چی وقت هست، وقتش چی وقت هست و چی علائم و نشانهایی دارد، به اتفاق علما، همه علما به این اتفاق نظر دارند که شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان و در شبهای ویتر و تاقی آنهاست که شب 21 و 23 و 25 و 27 و 29 رمضان در این شبها، در یکی این شبها واقع می شود. و این شب متنقل است در بین این شبها، یعنی این چنین نیست که همیشه در یکی از این شبها واقع شود، بلکه هر سال متنقل هست، گاهی در شب 21 واقع می شود و گاهی در شب 23 و گاهی هم در شب 25 و گاهی هم در شب 27 و گاهی هم در شب 29 و در نزد جمهور علما این است که بیشترین وقوع آن در شب 27 می باشد. و این شب را الله متعال از بنده های خود پنهان گذاشته و واضح نکرده، و به خاطر که تا که در این دهه آخر و خاصتا در شبهای وتر و تاقی آن بیشتر به عبادت الله متعال بپردازند و بیشتر کوشان الله عبادت الله متعال بوده باشند. و اینکه ما گفتیم که این شب به اتفاق علما در یکی از شبهای تاق یا ویتری دهه آخر رمضان است. این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیث است که امام مسلم و امام احمد از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد شب قدر فرمودند التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، شما شب قدر را در دهه آخر رمضان بجوید. بعد از او فرمودند که التمسوها فی التاسعه والخامسه والسابعه، شما این شب را در 9 روزی که باقی میماند در آن بجوید، در 9 شبی که باقی میماند که شب 21 است در آن بجوید، یا در 7 شبی که باقی مانده رمضان که شب 23 هست، و یا هم در 5 شب باقی مانده رمضان که شب 25 است. در این شبها شما شب قدر را بجوید و در جویای آن کوشش کنید، یعنی در شب 21 یا 23 و یا هم 25. و همچنین امام ترمذی رحمت الله علیه و امام احمد رحمت الله علیه از حضرت ابی بکر رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند که ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که چنین فرمودند التمسوها فی 9 بقینا
أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 بقين أو آخر لیله. شما این شب را، شب قدر را، یا در 9 باقی رمضان بجوید که شب 21 می شود، یا در 7 باقی رمضان که شب 23 می شود، و یا هم در 5 باقی رمضان که شب 25 می شود، و یا هم در 3 باقی رمضان که شب 27 می شود، و یا هم در آخر رمضان که شب 29 می شود. در این شبها شب قدر را بجوید. و در روایت امام احمد به شکل اجمالی آمده که التمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر منها. شما این شب را در 10 آخر ماه مبارک رمضان در شبهای وتری و تاقی آن بجوید. و همچنین در حدیث متفق علیه از حضرت ابن عمر، عبدالله ابن عمر آمده روایت شده که حضرت عبدالله ابن عمر فرمودند ان رجالا من اصحاب النبي صلی الله علیه و سلم اروا لیلة القدر فی المنام فی السبع الاواخر. یک تعدادی از صحابه کرام، از مردان صحابه کرام، در خواب ایشان برای ایشان شب قدر در 7 شب آخر آن نشان داده شد. شب 23 و یا هم 25 و یا هم 27 و یا هم 29 در یکی از این 7 شب آخر و بعضی از اصحاب کرام در خوابشان شب قدر نشان داده شد. و وقتی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنها خواب خود را حکایت کردند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ارا رؤیاکم قد تواترت فی السبع الاواخر. ما میبینم که خواب شما متواتر شده در 7 شب اخیر، یعنی بیشتر شما در 7 شب آخر خواب دیدن که شب قدر یکی از این شبهای تاقی 7 شب آخر است که یا شب 23 و یا 25 و یا هم 27 و یا هم 29 هست. فمن کان متحریا فلیتحرها فی السبع الاواخر. کسی که میخواهد که شب قدر را بجوید و آن را درک کند، آن را در 7 شب آخر رمضان بجوید که یا در شب 23 و یا 25 و یا 27 و یا 29 در یکی از این شبها شب قدر را بجوید. و در روایت دیگری آمده، در روایت امام مسلم، که ان رؤیاکم فی العشر الاواخر فطلبوها فی الوتر منها. ما میبینم که خواب شما، خوابهای شما بیشتر در این 10 آخر رمضان است که شما بعضی از شما شب قدر را خواب دیده در 10 آخر رمضان، پس شما در شبهای تاقی این 10 آخر رمضان شب قدر را بجوید. این احادیث دلالت دارد بر اینکه شب قدر در 10 آخر رمضان است و در شبهای تاقی آنهاست. و همچنین دلالت بر این دارد که به خواب انسانی مسلمان و خاصتا که انسان تقی ولی باشد به او دلیل گرفته می شود مادامی که مخالف با قواعد شرعی نبوده باشد. اما وقتی که خواب مخالفت با قواعد و اصول شریعت باشد، او صورت استدلال بر آن کرده نمی شود. و در صورتی که خواب انسان صالح و متقی و انسانی مسلمان و پرهیزگار در مخالفت با قواعد و اصول شرعی نبوده باشد، در آن صورت استدلال بر آن کرده می شود. همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این احادیث استدلال کردند به خاطر جویدن شب قدر به خواب بعضی اصحاب که در شبهای تاق 10 آخر رمضان خواب دیده بودند. بعضی هاشون شب 27 و بعضی هاشون شب 29 و بعضی هاشون هم شب 25 و بعضی هاشون شب 21 یا 23. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خواب آنها استدلال کردند و گفتند که شما شب قدر را در یکی از این شبهای تاق 10 رمضان بجوید. و همچنین احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است دلالت کرده بر این است که بیشترین اوقات گفتم که ما شب قدر همیشه در تنقل هست، یعنی همیشه این نیست که در یکی از شبهای تاق واقع شود، بلکه در تنقل هست. یکی از سالها شاید در شب 21 و دیگری در سال 29 و دیگری در سال 27. اما روایت های آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای اشاره کردند که بیشترین وقت شاید در شب 27 واقع شود. لذا قول جمهور علما بر این است که شاید هم بیشترین سالها وقوع شب قدر در شب 27 بوده باشد. از جمله این حدیثی است که امام ابو داود رحمت الله علیه از حضرت معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد شب قدر فرمودند انها لیلة 27. در اینجا
به صیغه قطعی نه احتمالی فرمودن که این شب قدر شب 27 رمضان هست. و همچنین امام احمد از حضرت ابن عمر عبدالله ابن عمر روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند من کان متحریها فلیتحرها لیلة 27. کسی که میخواهد که شب قدر را بجوید پس باید آن را در شبهای 27 رمضان بجوید. پس این حدیث همه اولا دلالت بر این دارد که شب قدر در دهه آخر رمضان است و در شبهای طاق آن هست و شب قدر مخفی گذاشته شده به خاطر اینکه انسان زیاد کوشان در عبادت الله متعال بوده باشد و شب قدر در تنقل هست، همیشه در یک وقت نمی باشد یا در یک شب نمی باشد بلکه در تنقل هست، هر سال شاید در یک شب واقع شود و رأی جمهور علما این است که بیشترین وقوع آن شاید در شب 27 رمضان بوده باشد. لذا ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری تقریبا 40 قول را از علما در این مورد ذکر میکند و بعد از اون میگوید که ارجحها انها فی الوتر من لیال العشر الاخیر. راجح ترین این اقوال این است که شب قدر وقوع آن در شبهای طاق ده آخر رمضان می شود و انها تنتقل و همچنین قول راجح این است که این شب در تنقل هست، همیشه در یکی از شبها واقع نمی شود بلکه هر سال شاید در یکی از شبهای ویتر یا طاق ده آخر رمضان واقع شود. و ارجاها لیلة 27 عند الجمهور و در نزد جمهور علما این است که زیاد امید است که در شب 27 رمضان واقع شود. این بود دوستان عزیز در مورد شب قدر که چه وقت واقع می شود و وقت آن چه وقت است و چرا شب قدر نامیده شد. و بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه خدمت شما هستم با بیان اینکه علائم شب قدر چه هست و فضائل آن چه هست و کسی که شب قدر را درک میکند باید کدام دعا را بیشتر بخواند. با ما باشید. وصال حق گامی در راستای بیداری. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما سبب تسمیه و یا سبب نامیدن شب قدر را با این نام و همچنین وقت شب قدر که چه وقت هست و چه وقت واقع می شود و در کدام شبها هست، اینها را در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کردم. و اینکه علائم شب قدر چه هست، در احادیث متعددی برای شب قدر علائم بیان شده که از جمله آن علائم یکی این است که این شب روشن می باشد، شب مهتابی می باشد و شب است که مهتاب درخشان هست و همچنین ستارگان درخشان هست و آسمان صاف هست و همچنین زدن ستاره ها دیده نمی شود که این ستاره از جای خود خطا بخورد یا شور بخورد و شیاطین را رمی کند یا بزند. این چیز دیده نمی شود در این شب و همچنین شب پرسکون هست، سکون قلبی در این شب می باشد و این شب است که نه زیاد سرد هست و نه زیاد گرم بلکه هوا معتدل می باشد. این مطالب همه در حدیث وارد شده که امام احمد رحمت الله علیه و از حضرت عبادة بن صامت رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان امارة لیلة القدر انها صافیه کأن فیها قمرا ساطعا. یکی از علائم شب قدر این است که این شب صاف هست، آسمان صاف می باشد و روشن می باشد مانند اینکه مهتابی درخشان بوده باشد. یعنی اگرچه
شب قدر در شبهای آخر رمضان هست، مهتاب کوچک می باشد، باز هم مانند شب 14 که مهتاب درخشان می باشد، مانند از او روشن و آسمان روشن و صاف می باشد و همچنین ستاره ها هم درخشان می باشند. و ساکنت و این شب پرسکون هست، سکون قلبی برای بندگان مسلمان حاصل می شود. لا برد فیها ولا حر، و این شب است که هوای آن معتدل است، نه سرد است و نه گرم. ولا یحل للکوكب ان یرمی به فیها حتی تصبح، و همچنین هیچ ستاره رمی نمی کند و چون شیاطین نیست که ستاره ها آنها را بزند. شیاطین همه در زنجیرها بسته می باشند و ستاره ها درخشان است و به خاطر زدن شیاطین از جای خود حرکت نمی کنند. و این علائم تا دم صبح ادامه می داشته باشد. علائمی که ذکر شد که شب صاف و آسمان روشن و ستاره ها درخشان و همچنین رمی کواکب نمی باشد و شبی که نه سرد است نه گرم، هوا معتدل. این علائم همه تا دم صبح استمرار پیدا میکنه در این شب. و همچنین امام ابن خزیمه رحمت الله علیه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لیلة القدر طلقة لا حارة ولا بارده. شب قدر شب صاف هست، هوای صاف هست و هوایش نه گرم هست و نه سرد، بلکه هوای معتدل می باشد. و همچنین از جمله علائم شب قدر این را گفتن که این شب است که شب پرسکون هست و انشراح صدر در این شب برای انسان حاصل می شود. انسان مومن یک نوع خوشی در قلبی از او پیدا می شود و یک نوع سکون و اطمینان در قلبی از او پیدا می شود. و این مطلب علما گفتن که در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است، اما به تجربه ثابت شده است که شب قدر شب پرسکون هست و شب خوش می باشد که انسان مسلمان یک نوع مسرت و خوشی قلبی در دلی از او حاصل می شود. و همچنین از علائم این شب این را گفتن که این شب در خواب بعضی از انسانها برای از او در خواب بیان کرده می شود یا کسی برای از او خبر می دهد و یا هم علائمی از او را در خواب می بیند. و این چیز در احادیثی که قبلا خدمت شما بیان کردم که بعضی از صحابه، عده‌ای از صحابه، حدیث عبدالله ابن عمر، این شب را در خواب خود دیده بودند و برای از آنها نشان داده شد. لذا که از علائم این شب این است که در خواب به بعضی انسانها این شب نشان داده می شود یا به آنها گفته می شود که این شب قدر است. و همچنین از جمله علائم شب قدر این است که وقتی که صبح می شود و آفتاب طلوع می کند، به خلاف دیگر روزها آفتاب به شکل طلوع می کند که شعاع نمی داشته باشد. ما و شما اگر متوجه باشیم وقتی که آفتاب طلوع می کند در وقت طلوع یک نوع شعاع تیزی می داشته باشد که چشم انسان طاقت آن را ندارد، اما در صبح شب قدر وقتی که آفتاب طلوع می کند به خیره طلوع می کند و شعاع نمی داشته باشد، بدون شعاع می باشد. و این مطلب در حدیثی که امام مسلم از حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه روایت میکنه آمده که ایشان فرمودند اخبر رسول الله صلی الله علیه و سلم انها تطلع یومئذ لا شعاع فیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر دادند که در صبح شب قدر آفتاب به شکل طلوع میکند که دارای شعاع نمی باشد. این بود دوستان عزیز علائم شب قدر که در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده. پس ما اگر علائمی از او را درک بکنیم یا نکنیم، در خواب ببینیم یا نبینیم، این شرط نیست. وقتی که انسان مسلمان ده آخر رمضان را و خاصتا شبهای آن را در عبادت و نیایش الله متعال میگذراند، اکیدا شب قدر را درک کرده است و فضیلت شب قدر نصیب آن شده می باشد. اما در مورد فضائل شب قدر دوستان عزیز، فضائل شب قدر را ما از سوره قدر، سوره انا انزلنا و همچنین آیه 3 سوره دخان و همچنین احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده ما میشه بگیم که دارای این فضائل است. اول اینکه این شب است که در این شب قرآن کریم
که کتاب هدایت و مایه هدایت بشریت است در این شب نازل شده است. همچنان که الله تعالی می‌فرماید ان انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و مراد از نزول قرآن یا اینکه نازل کردن قرآن از لوح المحفوظ به آسمان دنیا هست که در این شب قرآن به شکل کامل از لوح المحفوظ به آسمان دنیا نازل شده است. و یا هم مراد از نزول قرآن نزول آیات اولی قرآن کریم است که در غار حرا بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این شب نازل شد که او آیات 5 آیه اولی سوره اقرأ بسم ربک الذی هست، سوره قلم. و فضیلت دیگری این شب این است که این شب مبارک است، شب بابرکت است. همچنان که الله تعالی می‌فرماید انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما این قرآن را در شب بابرکت، شبی که بابرکت است دارای برکت، در این شب نازل کردیم که مراد از او شب قدر هست. و همچنین از جمله فضایل این شب این است که این شب است که تقدیر انسان ها در این شب، تقدیر خیر و شر انسان ها، اعمار انسان ها، تقدیر روزی انسان ها در این شب نوشته می شود. همچنان که در سوره دخان آمده فیها یفرق کل امر حکیم، این شب است که هر امر با حکمت در این شب تقدیر می شود، نوشته می شود و امور یک ساله بندگان را، تقدیر یک ساله بندگان را الله متعال در این شب می نویسد. و همچنین فضیلت دیگری و فضیلت عظیم بزرگ این شب این است که عبادت در این شب بهتر است از عبادت 1000 ماه که معادل می شود به عبادت کسی که 83 سال و 4 ماه از عمر خود را در عبادت می گذراند. کسی که این شب را درک می کند و این شب را به عبادت سپری می کند مانند کسی است که 83 سال و 4 ماه را در عبادت الله متعال گذرانیده باشد. همچنان که الله متعال می فرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، عبادت در شب قدر بهتر است از عبادت 1000 ماه. و فضیلت دیگری این ماه این است که این است که در این شب ملائکه ها و حضرت جبرائیل به آسمان پایان می شوند و با خود خیر و برکت و رحمت و مغفرت الهی را با خود می آورند. همچنان که الله تعالی می فرماید تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. و ابن خزیمه رحمت الله علیه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و ان الملائکه تلك الليلة اکثر من عدد الحصى في الارض، ملائکه هایی که در این شب بر زمین پایان می شوند بیشترند از تعداد سنگریزه های روی زمین. اینقدر سنگریزه هایی که در روی زمین وجود دارد از تعداد اینها کرده تعداد ملائکه هایی که در این شب به زمین پایان می شوند بیشترند. و جمله فضائل شب قدر هم این است که این شب است که از تمام شرها و اذیت‌های انسی و جنی خالی هست. جنها در سلاسل و در زنجیرها بسته می باشند و بندگان نیک الله متعال مشغول در طاعات هستند و تا دم صبح در سلامتی به سر میبرند. سلام هی حتی مطلع الفجر، تا به طلوع فجر در این شب سلامتی است از تمام شرور اذیت ها و انسی و جنی و سلامتی است از تمام بلاها و مصائب. و فضیلت دیگری از فضایل این شب این است که این شب غفران هست، شب بخشش گناه ها است. کسی که این شب را در عبادت الله متعال سپری میکند الله متعال گناهایی کرده آن را مورد بخشش و مغفرت خود قرار میدهد. همچنان در حدیث متفق علیه است رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که شب قدر را از روی ایمانداری و برای طلب اجر و ثواب قیام میکند به درگاه الله تعالی استاد می شود، در عبادت و دعا و نیایش میگذراند. تمام گناهایی که قبل از این شب کرده الله متعال تمام گناههای از او را میبخشد. و اینکه شخصی اگر شب قدر را درک کند باید بیشتر کدام دعا را بخواند. این مطلب هم در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، حدیثی که اصحاب سنن غیر از ابو داود، سنن ترمذی و سنن ابن ماجه و سنن نسائی و همچنین امام حاکم او را روایت میکند و امام ترمذی و امام حاکم به صحت آن قول دارند.
از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها که ایشان فرمودند قلت یا رسول الله ارأیت ان علمت ای لیلة القدر ما اقول فيها، ای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای من خبر بده که اگر من بدانم که شب قدر کدام شب هست من در آن شب چی دعا را بخوانم. اگر من دانستم که شب قدر کدام شب هست، علائم آن برای من معلوم شد، در خواب برای من گفته شد، آیا و ما کدام دعا را بخوانم؟ بهترین دعایی که من میخوانم کدام هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند قولی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وقتی که تو شب قدر را درک کردی، علائم آن را دیدی، این دعا را بخوان. بهترین دعایی که میخوان این دعاست اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ای بار اله تو بخشاینده هستی و بخشایش را دوست داری، پس ای الله گناههای من را ببخش. پس بهترین دعایی که انسان در شب قدر میخواند این دعاست اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پس این حدیث اولا دلالت بر این دارد که بهترین دعا در شب قدر این دعاست اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، و دلالت بر این دارد که انسان اگر شب قدر را درک کرد افضل و بهتر است که بیشتر این دعا را تکرار کند در این شب اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. و همچنین دلالت بر این دارد که شب قدر دارای علائم هست که انسان با دیدن این علائم میفهمد که این شب قدر است، و یا اینکه در خواب برای از او گفته می شود، و یا اینکه یکی از علائم از او را میبیند و میداند که این شب قدر است. و گفتم که انسان مسلمان علائم این شب را درک کند یا نکند وقتی که شبهای 10 رمضان را، خاصتا شبهای طاق آن را که در عبادت و نیایش میگذراند، به طور تأکید و قطعی شب قدر را درک کرده است و اون مرحمت و مغفرت الله متعال نصیب حال آن گردیده است. لذا امام ابن تیمیه رحمت الله علیه می فرماید که قد یکشف الله لبعض الناس في المنام او اليقظه فیرا انوارها. احیانا به طور مکاشفه در خواب یا در بیداری الله متعال شب قدر را به بعضی از انسان ها نشان میدهد با نشان دادن علائمی از او یا به شکل از اشکال، او یرا فی المنام من یقول له هذه لیلة القدر، یا احیانا انسان مسلمان در خواب میبیند که کسی برای او میگوید که این شب قدر است، و با دیدن این علائم یا با دیدن خواب فهمیده میشود که این شب قدر است. و علما با این قول دارند که کسی که شب قدر را درک کرد دعا کردن در این شب بهتر است از تمام عبادت ها. باید این شب را با عبادت بگذراند و بهترین عبادتی که میکند دعا هست. لذا از امام سفیان ثوری رحمت الله علیه روایت شده که ایشان فرمودند الدعاء فی لیلة القدر احب الی من الصلاة. دعا کردن در شب قدر محبوب تر است نزد من از نماز خواندن. پس کسی که شب قدر را درک میکند یا 10 آخر رمضان را و شبهای وتر آن را در عبادت و نیایش در میکند، باید از هیچ نوع عبادت دریغ نکند، از نماز و تلاوت قرآن کریم و تسبیح و تکبیر الله متعال. و بهترین عبادت در این شب دعا هست، و بهترین دعا که در این شب خوانده می شود این دعاست که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. و در اینجا دوستان عزیز وقتی برنامه ما به پایان رسید و احکام و فضائل و آداب شب قدر را در روشنایی آیات و احادیث رسول اکرم، آیات قرآن کریم و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما بیان کردم. تا به لقای آینده با شما خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.